السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان گرامی، امیدوار هستم زیر لباس امن و عافیت عمر به سر میبرید. چنانه که شما خبر دارید در تمام شهرهای روسیه کرانتین اعلان شد و مهاجران هموطنان من و شما با پرابلم‌های جدی روبرو شدند. از این لحاظ با جمعی از دوستان تصمیم گرفتیم یک فاند خیریه کمک به مهاجران پامش میگرانتم تأسیس یابد و این فاند تأسیس خودش یافت و زیاده از 30 نفر در خدمت بود. مسئولین این فاند قریب که شب و روز خواب نداشتند. به زنگها جواب میگفتند. حالتها مختلف بود، گوناگون بود. بعضی ها واقعا نیاز به کمک داشتند، اما بعضی ها وقتی که زنگ میزدند ولنتیارا کمک برده میرسانیدند، بعد از آن معلوم میشد که نیاز به کمک ندارند. بعضی ها زنگ میزدند ولنتیارها کمک میبردند، اما شخصی زنگ زده را در او خانه پیدا نمیکردند. خلاصه با تمام این مشکلات و این سختی ها هموطنان من و شما مسئولین این فاند در خدمت بودند و تا جایی که توان داشتند کمک کردند. متاسفانه هموطنان عزیز، ما مجبور هستیم این فاند بسته و پوشیده اعلان کنیم. البته سبب هایی که ما را مجبور میکنه که این فاند بسته و پوشیده اعلان کنیم گوناگون است. از جمله این سبب هایی که ما را مجبور میکنه این است که در تمام شهرهای روسیه در روزهای آخر کرانتین پرزور شد و بعضی از ولنتیارای ما که در خدمت مهاجران بودند جریمه شدند. و دیگر از سببی که ما را مجبور میکنه ای است که ما سلامتی ولنتیارا را کفالت داده نمیتونیم. امکان داره یکی از همین هموطنان من و شما از ولنتیارایی که در خدمت مهاجران هستند به همین ویروس مبتلا شوند. و دیگر از سببی که ما را مجبور میکنه ای است که کمک قطع شد. کمک فاند قطع شد. و وقتی که ما را کمک نکنند ما هم امکانات شما را کمک کردن نداریم. خلاصه سبب ها گوناگون هستند و ما مجبور هستیم که این فاند پوشیده و بسته اعلان کنیم. با تمام هموطنانی که در این امر خیر با ما همکاری کردند، کمک کردند تشکر میگوییم. خداوند برای شما جزای خیر بده. و با آن نفرانی که زیر نوارهای ما سخنانی قبیح، تحقیرآمیز، تهمت، دلخراش میکاریدند، با آنها میگوییم که حواله شما به خدا بگذار، خداوند خودش از جنس عمل شما برای شما جزا بده. ما یک مقدار پول از آن کمک های قبلی در فاند خود داریم و کوشش میکنیم این پول به شخص های نیازمند برسانیم. گزارش فاند خیریه کمک به مهاجران پامش میگرانتم زیر این نوار گذاشته میشه. هموطنان عزیز، شما میتوانین معلومات پره را زیر این نوار پیدا کنین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن خیر الناس انفعهم للناس. بهترین مردم شخصی هست که منفعت او، فایده او به دیگران زیادتر میرسد. باقی در حفظ الله پاک باش.